دکتر یارشاتر نام درخشان خودش رو 60 چند ساله که بر تارک ادب و زبانشناسی جهان فارسی زبان حک کرده و حقیقتاً در اونجا خوش می‌درخشه و درخشیده. اینجا حومه ساکرامنتو در ایالت کالیفرنیای آمریکاست. امروز در این خونه و در این باغ باصفا عده‌ای از استادان دانشگاه، پژوهشگران و علاقه‌مندان تاریخ و فرهنگ ایران دور هم جمع شدند تا 90مین سالگرد تولد احسان یارشاتر، بنیانگذار دایرةالمعارف ایرانیکا رو جشن بگیرند. اما گذشته از بزرگداشت احسان یارشاتر، گردآوری کمک‌های مالی برای ادامه کار ایرانیکا مهمترین دغدغه برگزار کنندگان مراسم بود. همکنون تنها دانشگاه کلمبیا و بنیاد ملی علوم انسانی آمریکا هزینه‌های ایرانیکا را تأمین می‌کنند. کمک‌هایی که به انسایکلوپدیا میشد در نتیجه همین بحران اقتصادی خیلی تقلیل پیدا کرده و به اندازه کافی ادیتور نداریم و همین است که الان بعضی از پشتیبانان ما به این فکر افتادن که سبک تحصیل کمک مالی رو عوض بکنند و در انتظار کمک‌های بزرگ و در پی کمک‌های عمده نباشند و سعی بکنن از راه کمک‌های کوچک ولی عده‌ای بیشتر اون چرا که مورد نیاز ایرانیکاست فراهم بکنن. به گفته هورا یاوری از ویراستاران ایرانیکا، پشتیبانی مالی از این بزرگترین دایرةالمعارف فرهنگ ایران به شدت افت کرده. گردآوری کمک‌های به مقدار کم اما در مقیاس وسیع که با عنوان کمپین ویوا ایرانیکا مطرح شد، ابتکاری است از بیبی کسرایی، کارشناس اقتصاد و رسانه، و الهام بخش او کمپین تبلیغاتی ریاست جمهوری باراک اوباما بوده. چه کسی باید این پرچم و این رساله رو به دست بگیره و نه تنها این کار رو ادامه بده بلکه به نسل بعدی بده؟ اگه ما همه پشتمون رو نگاه کنیم ببینیم کی داره میکنه، خب هیچ کی نمیکنه. و گفتم همونطور اگه $1 من میتونم روزی بدم، خب من $1 بدم، به دوستامم بگم $1 بدین. نمیتونن 50 سنت روزی بدن، نمیتونن زیر 25 سالشونه 25 سنت روزی بدن. ولی بریم رو فیسبوک، رو توییتر، رو جیمیل به همه بگیم که من دارم اینقدر میدم، شما هم اینقدر بدین، به دوستاتونم بگین که اینقدر بدن. امید آن است که با این کمپین کار تدوین ایرانیکا سرعت بگیرد. بر اساس این طرح علاقه‌مندان می‌توانند به فراخور توان مالی خود از روزی 25 سنت تا $1 به ایرانیکا کمک کنند. تا 1 ماه و نیم 2 ماه دیگه جلد 15 ایرانیکا به پایان میرسه و به این ترتیب ما به نیمه ایرانیکا خیلی نزدیک میشیم، به خصوص که مقدار زیادی مقالات هم بیش از اونچه که در دفترها منتشر میشه به صورت الکترونیکی در وبسایت ایرانیکا منتشر میشه که اخیراً بازسازی شده و خیلی جامع‌تر و شامل‌تر شکیل‌تر از وبسایت قبلی. احسان یارشاتر 90 ساله شد، اما حتی در جشن تولدش هم تمام فکر و ذکر او به سرانجام رساندن راهی است که بیش از 30 سال پیش آغاز کرد. کاوه باسمنجی، BBC.